سلام دوستان عزیز. امروز میخوام سیستم پمپ هوای دستگاه گوشم رو براتون تشریح کنم. دستگاه از یک پمپ هوا برای تزریق هوا به بستنی تشکیل شده، مجهز شده که دو تا خروجی داره. خروجی ها همینجوری که میبینید از طریق شلنگ به سوپاپ یک طرفه و از سوپاپ یک طرفه به داخل سیلندر تولید بستنی ورودی داره. بعضی موقع توی این سیستم مشکلی پیش میاد و هوا به بستنی تزریق نمیشه. خب این برای چک کنید. این قسمت ممکنه بستنی برگشت خورده باشه به اینجا و گرفته شده باشه. شلنگ رو در میارید، قشنگ با دست خورد میکنید تکه‌های داخلش رو اگه گرفتگی داشت. و این قسمت هم یک خدمتتون عرض کنم سوزن هستش. با سوزن اینو کاملا تا تقریبا 7-8 سال میره داخل این چیزم که گرفتگی که داره رو باز میکنید. مجددا شلنگ رو بهش میزنید. این نوع فیلتر یک طرفه هستش، یعنی از این سمت هوا باید بره به اینجا. اگر از اینجا فوت کردید و فوتتون رفت، یعنی هواش تزریق شد، مشکل نداره. اگه نرفت این فیلتر هم مشکل داره و باید تعویض بشه.